سعیدجانی حیدر یک ورزشگر ناماشنا هست. در رقابت‌های داخل جمهوری بارها او را مشاهده کرده و دیده ایم که چگونه هنرنمایی میکند. از سلاله پهلوان ها هست. یک ورزشگری بگویم در رقابت های داخل جمهوری در مسابقات گویم آستانه جشن و گویم ایدهای ملی. ورزشگری رومینیا جانی اندریا الکساندر گابریل چندان در برابر ورزشگر ما از مرحله های آغاز قپیدن خوب وانمود نمیشد، ولی در رومینیا همین تا چند سالی آخر گشتین جودو خیلی توسعه یافته است، خیلی رشد کرده است. فرصتی قپیدن، هر دو هم یک زل و بالاخره ورزشگر ما سعیدجانی حیدر ماهرانه اجرای اصول کرد فوراً. با این ترتیب اجرای اصولی که صورت میگیرد پهلو هست یا نه؟ داور پهلو داد. بله، ماهرانه ورزشگر ما سعیدجانی حیدر در یک رقابت نفسگیر توانست که اجرای اصول کند و تا رسیدن به یک حرکات جذاب و دیدنی ببینید چگونه امتیازی پهلو را به دست آورد. داور امتیازی پهلو میگوید، اما ببینیم دیگران چی نظر دارند. آیا در حقیقت امتیاز پهلو هست یا نه؟ یک پرتاب جانانه دیگر و باز هم کمر رو پایها بسیار ماهرانه کار کردم. ورزشگر ما یک دیگر از اصولهای جالب را به اجرا در آورد. خیلی عالی. سعیدجان حیدر ماهرانه کار کرد و دستی او را داوری آذربایجانی بالا برداشت. بسیار ماهرانه و ممتاز بود. در یک رقابت نفسگیر خوب کار کرد. در مدت 2 دقیقه حریفش را از صد راه برداشت و اکنون نوارهای سوس کرده شده را یک بار دیگر میبینیم چگونه همین لحظه پرتاب جالب و دیدنی بود. به این وسیله خیلی عمل کردی خوب و یکی از پرتاب های خاطرمان این رقابت ها را حکاکی کرد. واقعا ببینید چی اصول زیبای کمری، هم از کمر حریف بسیار به مورد وارد شد و هم اصول کمری را بسیار خوب اجرا کرد. به همین ترتیب یکی از عملکردهای واقعا جالب این مسابقات اتفاق افتاد. خیلی عالی، ماهرانه، عجب شاهکار کرد.